به من میگه که آقا تو دیگه بیش از حد داری تعصب سید علی خامنه ای رو میکشی. چرا نکشم؟ وقتی میبینم که بهترین و پاکترین رهبر دنیا رو در اختیار دارم چرا تعصبش رو نکشم؟ تعصب کشیدن همیشه بد نیست. آقا برای من سید علی خامنه ای حکم سپهسالار و علمدار لشکر امام زمان رو داره. برای من سید علی خامنه ای حکم حضرت مسلمی رو داره که فرستاده امام حسین بود. نمیدونم در جریان این هستید یا نه. ببینید قوم بنی اسرائیل با خود حضرت موسی امتحان نشدن، با نماینده حضرت موسی یعنی حضرت هارون بود که امتحان شدن. مردم کوفه با خود امام حسین امتحان نشدن، با فرستاده امام حسین یعنی حضرت مسلم ابن عقیل امتحان شدن. الان هم خداوند به وسیله سید علی خامنه ای داره ما رو امتحان میکنه. میگه اگر پای این شخص موندید من آخرین ذخیره الهی رو براتون میفرستم. وقتی ببینه که تمام قد پشت نائب بر حق امام زمان میستی، میگه اینا لیاقت امام زمان رو دارن، ظرفیت امام زمان رو دارن، امام زمان رو براشون میفرستن. در غیر این صورت امام زمان رو نمیفرستن. بی خود نیست که حاج قاسم 6 بار قسم جلاله میخوره، میگه والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت به خیری رابطه قلبی و دلی ما با این شخصه. و بعد ارجاعمون میده به قیامت، میگه شماهایی که هم دوره سید علی خامنه ای هستید در قیامت خواهید دید که مهمترین محور محاسبه دقیقا همین چیزه. بله داداش، چرا تعصبشو نکشم؟ یه جون که هیچی، 1000 تا جونم داشتم فدای این شخص میکرد. مثل من زیاده، 1 و 2 تا و 1000 تا و 100,000 تا نیست، میلیون ها نفر هستیم. فقط ما ایرانی ها هم نیستیم، ما از هندوستان و پاکستان و افغانستان گرفته تا عراق و لبنان و سوریه و یمن و فلسطین خیلی ها هستن که حاضرن جون فدای یه چنین شخصی بشن. اگر خدایی نکرده یه اتفاقی برای رهبر ایران بیفته، با موشک که نه، با همین دستامون تلابی رو سرشون خراب میکنیم. آره داش.